سلام. این موجودات سفید بامزه رو احتمالاً خیلی جاها دیدین، ولی یه چیزی که احتمالاً نمیدونین اینه که اینا فقط یه کارتون بچگونه نیستن. پشت اینا تقریباً 80 سال داستان وجود داره، فلسفه شکل گرفته و قصه های مختلف که امروز رسیده به فروشگاه‌های مختلف، کافه‌های مختلف، هتل‌های مختلف و حتی پارک مومین و خیلی چیزای دیگه. امروز می‌خوایم داستان این عروسک‌های سفید خوشمزه رو براتون تعریف کنیم. خب و یه اتفاق خوبی که افتاده اینه که جدیداً تو برگن، نروژ، یه کافه فروشگاه مومین باز شده و کلی چیز میزای مربوط به مومین ولیز و دنیای مومین ها میفروشن و یه کافه با همین تم دارن، پر از عروسک‌های مومین، دکوراسیون مومین و امروز می‌خوایم بریم ببینیمش. خیلی باحالن. تو فکر می‌کردی اینا چی هن؟ من فکر می‌کردم اسب آبی هن. من فکر می‌کردم کرگدنن اول ولی بعدم فهمیدیم که نه، اینا ترولن. اصلا شبیه ترول نیستن. اینا ترولن. آخه کی میتونه باور کنه که اینا ترول باشن؟ کیوتن. کیوت ترین ترولای دنیان، ولی کیوتن ولی اصلا شبیه ترولای یه قصه ای داره که چرا اینا الان اینجوری هن و قبلا ترول بودن. ترولای سفید البته. خیلی خفل و نازن. میتونیم یکی برای چاشا بخریم به عنوان دوست دخترش. دوست دختر جدید چاشا. چاشا یه دوست دختر داره، به همونم وفا داره. پازل، جاسویچی، پین، هر چی که فکرشو کنیم با تم مومین اینجا میفروشن. کلی لباس، کلاهای مختلف و تمام مرچای مختلف مومین. خیلی هم تو اسکاندیناوی، دخترای اسکاندیناوی به جمع کردن کالکشن مومین ها علاقه دارن. همشون توی خونهشون یه کابینت پر لیوانای مومین دارن. لیواناش البته کاپاش از همه معروف تره. اینا کاپای معروف و خوشگل مومینن. من خودم خیلی دوستشون دارم، یه چند تا هم ازشون دارم. هر کدومشون شخصیت ها و کاراکترهایی که توی قصه های مختلفش بوده توشون هست. من علیقاً و قلباً اینو من نمیتونم انتخاب کنم بینشون، ولی میدونم دوست دارم مثلا صورتی و سفید باشه. اینا یه سری خوراکیای مومینی هن، شکلات و آب نبات. وای خیلی خوشگله. من اینو خیلی دوست دارم. و اینا یه سری فلاسکای در واقع قهوه است. اینا هم خوشگلن به نظرم خیلی. آخه این خیلی کیوت و دخترون هست. اگه بخوام برای یه دختر بچه کادو بگیرم برای تولدش، قطعا یکی از اینا رو میگیرم. من اینو میخرم. اینو؟ آره. تنها نشسته روی پل. آخه اینم خوبه. آره. در حال ماهیگیری. این کافه خیلی هم قدیمی نیست. امسال باز شده تو مرکز برگن
یکی از در واقع شعبه های اصلی مومین کاپ کافه یه همچین چیزیه و ما الان میخوایم بریم اونجا یه نوشیدنی بگیریم برای خودمون و ببینیم چی داره. این منوی نوشیدنی هاست و ما قراره یه بازی کنیم با هم. هر کی نوشیدنیش بدتر بود باید بره برای اون یکی یه مرج مومین بخره. قبوله. خب تو میخوای چی انتخاب کنی؟ من میخوام مهسا تا حالا ماچا نخورده، نظرت چیه ماچا امتحان کنی؟ آره میخوام ماچا امتحان کنم. اوکی. منم یکم نگاه میکنم. من ببازم اون بازی. من اگه ماچا انتخاب کنی من نمیبازم چون من ماچا دوست دارم. من احتمالاً یه دونه بابل تی یه همچین چیزی انتخاب میکنم. بابل تی هم خیلی باحاله. آره خیلی. بریم انتخاب کنیم بعد بیایم بیرون نشونتون بدیم. Mal först, är det matcha gluten-free? Yes. Okej, jag vill ha en matcha med strawberry, med jordbär. Och så en... One moment. ja, Strawberry. Iced strawberry matcha. Yes. och så en... And you want cow milk, lactose free, big or regular? regular. Regular. And also one waffle. And the same lactose free milk or yes. And you want something on the bottom, like tapioca or popping bobas or something like Which one is better? It's all good. To this one, tapioca feels. Tapioca. Alright, something more? Yeah, and also one waffle, the classic one with the maple syrup. Okay. Thank you. So it's 250. Yeah. What's your name? Mandana. Andan. Tusen tack. خب ما سفارشمون رو دادیم و الان منتظریم که آماده بشن. مهسا ماچا استرابری سفارش داد. من چی سفارش داد؟ بابل تی سفارش دادی؟ آره بابل تی با شکر قهوه‌ای سفارش دادم که باید خوشمزه باشه و یه دونه وافلش هم با میپل سیروپ معمولی سفارش دادم و شبیه مومینه. وافل شبیه مومینه، خیلی خوشگله. اولش هم خواستم وافل بگیرم بعد دیدم شبیه مومینه گفتم بگیرم. آره. یه دونه خریدیم چون ماندانا فقط میخواد بخوره. آره. من نمیتونم. حالا اینکه چرا من اصلا نمیتونه بخوره هم شاید یه روزی بهتون بگم توی ویدیوهای دیگه. ولی من فکر میکنم که مال من خوشمزه تره ولی احتمالاً خیلی شیرینه و چون من چیز خیلی شیرین دوست ندارم و عاشق ماچام، رأی من فکر میکنم نوشیدنی تو باشه و البته تو هم باید نوشیدنی خودتو تست کنی و به این نتیجه برسیم که کی قراره برای اون یکی یه چیزی بخره. انتخاب کنم که همین الان که تایم داریم بگردم ببینم که من باید بهت کادو بدم نه اینکه تو بری انتخاب کنی. البته اگه دوست داشته باشی هم میتونی انتخاب کنی. آره اینجوری بهتره. پس ما منتظریم تا نوشیدنی ها بیاد. چقدر خوشگله. مومینشو نشونم بده. آخه خیلی قشنگه. نظرت در مورد ظاهر نوشیدنی چیه؟ خیلی خوشگله. سبز و قرمز و به خونه میاد. به نظر منم خیلی کیوته. ظاهر نوشیدنی تو خیلی خوشگل تره به خاطر رنگاش ولی احساس میکنم مزه این خیلی باحال تر باشه. تو اینا یه سری بابله که بابل تی دیگه نمیدونم اون وقتی میره تو دهنت اینجوری میترکونیش زیر دندونت خیلی باحاله. نمیدونم فکر میکنم یه چیز ژله‌ای با مزن. حالا اینکه دقیقاً چیه تا حالا بهش فکر نکردم. حالا منتظریم وافله بیاد.
خب ما اومدیم اینجا نشستیم که نوشیدنیامون رو تست کنیم. احساس میکنم یکم سر و صدا زیاده ولی دیگه وسط شهر دیگه. این چجوریه؟ باید اینو بشکافه. شکافت. یه همی بزنیم، یه تکونی بدیم. آها بذار وافله رو نشونتون بدم. این خر جذابو بذار سیروپش رو بیارم بیرون که نریزه. ببین چقدر خوشگله، خیلی کیوته. من وافل خیلی دوست دارم و این چون وافل مومینه احساس میکنم خیلی خوشگل تره. این سیروپ رو اینجوری میریزم تو چشماش و ابروهاش و سوراخ‌های گوشش و کل بدنش. وای آره اسکینکرایی که با عسل شبیه اوناست. بله. خب حالا ما میخوایم نوشیدنی رو تست کنیم و نظر خودمون رو در موردش بگیم. 1 2 3. بابلاش ژله‌ایه. تو دهن من ژله است. من دوست ندارم. واقعا؟ Oh my god. بذار من امتحانش کنم. من خیلی دوستش دارم. خب ماچا اینجوریه دیگه. ولی یکم همش بزن که استرابریش بیاد بالا. آره، شاید کم شیرین تر بشه. من بیشتر دوستش دارم. حالا خوشمزه تره. ولی من ماچا دوست دارم. بهتر. پس نتیجه بگیریم که تو قراره برای من یه چیزی بخری. دوست داری اینو امتحان کنی؟ نه، فکر خاطر ژلش نمیتونم. مطمئن نیستم. خب ژله‌شو نخور. از بالا فقط شیر و نه دیگه اینا الان با هم کراس کانتامینیشن. یه چیز صادقانه در مورد نوشیدنی، من انتظار داشتم که این بابلا تو دهن بترکن ولی اونجوری نیستن. یه بابل ژله‌ایه که میخوریش و نمیترکه. و یه چیز دیگه در مورد وافلش، من وافل خیلی دوست دارم ولی طعم این خوب نیست و یه مشکل دیگه هم که داره اینه که نپخته خوب، توش خمیره متاسفانه. ولی بد نیست. یعنی اگه بخوام امتیاز بدم به نوشیدنیش از 10 6 میدم و به وافلش از 10 با توجه به بقیه وافلایی که خوردم 2 میدم. 2 میدم دارم با وافلی که تو نروژ خوردم مقایسه میکنم، نه مثلا وافلی که تو بلژیک خوردم. اون 100 از 10 بود. من 1 میدم به ماچا. ماچا دوست نداری؟ پس تو ماچا دوست نداری؟ آره ببین ماچا اینجوریه دیگه، بعضی عاشقش هم بعضی دوستش ندارن. من از اونام که ماچا دوست دارم. یه طعمی داره که احساس می‌کنم یه بار کشیدمش. ماچا نخوردم. طعم صدر میده. آره و اون موقع هم دوستش نداشتم، الان این طعمو دوست ندارم. این طعم گیاهی صدر میده دیگه. نمیدونم من بدم نمیاد. یه شربتی خورده بودم برای سرماخوردگی. یه شربت گیاهی طوری بودی همچین چیزی که مامانم مجبورم کرد بخورم. طعم شبیه اون داره. طعم گیاه میده، خیلی طبیعیه. اما داستانی که مومی‌ها توسطش تصدیق شدن و تو چه شرایطی خیلی جالبه. یه داستان خیلی جالبی داره. خالقشون یه هنرمند فنلاندی سوئدی بوده به اسم توبه یانسن. یه خانمی بوده که از بچگی توی خانواده هنرمند بزرگ شده بوده. پدرش مجسمه ساز بوده، مادرش تصویرگر بوده و خب از همون بچگی با نقاشی و نویسندگی بزرگ شده بوده و اینکه یعنی کاملا بیسش رو داشته از لحاظ خانوادگی. اما اینکه اصلا چطوری این آدم به ذهنش میرسه که بیاد یه همچین موجوداتی خلق کنه و یه همچین دنیای خیالی بسازه، یه داستان خیلی بامزه و خنده‌دار داره. آره. و داستان بامزه‌اش اینه که توبه با برادرش یه دعوای فلسفی میکنن با هم. دعوای خواهر برادری فلسفی. دقیقاً تو اواخر در واقع تو دهه 1930 این اتفاق میفته. اونا با هم تو خونه کلبه تابستونیشون بودن، یعنی تو کلبه تابستونیشون بودن و توبه با داداشش دعواش میشه و میره توی دستشویی بیرونی کلبه و سعی میکنه اونجا
زشت ترین کاراکتر و شخصیتی رو که میتونه تصور کنه روی دیوار اون دستشویی نقاشی بکشه و اون اولین طرح از مومین ها بوده که یه دماغ خیلی درازی داشته و یه بدن خیلی لاغرتر به نسبت این توپولی با مزه های امروزی. کارم می‌خواسته هرسش رو خالی کنه. آره دقیقاً احساس میکنم مثلا اینو کشیده که بعداً به داداشش بگه این تویی و کنارش هم نوشته زشت‌ترین موجود دنیا. دقیقاً، یعنی یه جورایی تاریخ هنر مومین ها از توی دستشویی شروع میشه. و یه چیز جالب اینه که بعدها اومدن روی این اسکچ اولیه از مومین‌های اسم گذاشتن، یعنی بعد اینکه مومین‌ها معروف شدن و کلی طرفدار پیدا کردن اومدن گفتن که اون موجودی رو که تووه یانسن روی دیوار دستشویی کلبه‌شون کشیده بوده اسنورک اسم گذاری کردن. یکی از شخصیت‌های الان مومینه. پدر جد مومین‌های الان. آره. و یه چیز جالبه دیگه این که توبه زمانی داشته فعالیت هنری میکرده که همزمان بوده با جنگ جهانی دوم، یعنی کل اروپا و کل دنیا توی فضای تاریک و خشن و ترسناکی بوده و خب اون موقع کاریکاتورهای سیاسی میکشیده، مجله‌های سیاسی مینوشته و کارهای طنز میکرده و اینا و خیلی از این موجود اسنورکی که لاغر دماغش تیزه و گاهی اوقات هم حالت سایه مانند و تاریک میکشیدش استفاده میکرده و تبدیلش کرده بوده به یه جور امضای هنری برای خودش. یعنی در واقع مومین ها قبل از اینکه یه موجودات بامزه شادی آور دوست داشتنی باشن موجودات خیلی تاریک و ترسناک. دقیقاً. بعد تو قرن 20 آره دیگه بیسیکلی گلو آپ کردن تو قرن 20 همه. آره دقیقاً تو سایت تووه یانسن و در واقع تو سایت مومین ولی کاملا این توضیح داده شده که اولین داستانی که تووه برای مومین ها نوشته یه جورایی بوده که میخواسته یک روایت رسمی باشه که جنگ رو و سختی رو و تصویر این جنگ و سختی رو با هم دیگه پیوند بده. یه جورایی احساس میکنم برای فرار از اون درد برای خودش یه تناب خلق کرد که بتونه از چاه درد بیاد بیرون. اینقدر دنیا تاریک شده بود که من دلم می‌خواست یه دنیای جدیدی خلق کنم. آره ولی نمیخوام این پرانتزو باز کنم چون بستنش اندازه 10 تا ویدئوه، ولی اگه بدونید فنلاند تو جنگ جهانی خیلی 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 کشور تحت تأثیری بود از هر طرف. به خاطر همین واقعا محیط دارکی داشت اون زمان، داستان‌های دارکی داشت و کلا زندگی خیلی سخت بود. اونها همزمان هم دنبال یه جایی بودن. اولین کتاب مومین تو سال 1945 نوشته شد، The Moomin and the Great Flood، که در واقع میاد این قصه اولین باره که مومین پاپا و مومین ماما از مومین ترول جدا میشن و همزمان دنبال یه جای امنی به عنوان خونه برای زندگی میگردن و توی این مسیر تو همین اولین داستانش یه دنیای آرمانی نیست، یه دقیقاً. اتفاق بدی میفته. تو این مسیر با سیل و خطرات خیلی مختلفی آشنا میشن و سر راهشون قرار میگیره و اینها مجبورن که این خطرات و این سیل ها رو کنار بزنن و به یه جای امن خودشون رو برسونن که یه خونه باشه براشون، یه مکان برای زندگی باشه. و وقتی الان میفهمیم که این داستان توی چه سالی نوشته شده و برای چی، اون همزاد پنداری رو درک میکنیم بین این داستان مومین و آدم‌های خسته و جنگ زده اون سالها که همه داشتن از یک طوفانی و از یک سیلی میگذشتن تا به در واقع ساحل آرامش برسن و دنبال خانواده‌هاشون از دست همه دنبال خونه بودن، همه داشتن فرار میکردن، داشتن دنبال جایی میگشتن، آخرش میگم به یه محیط امن و یه مکان آرامش رسیدن. و بعد وقتی که اعضای خانواده همون پیدا میکنن به یه خونه هم میرسن که بعداً تبدیل میشه به مومین هاوس. بعد که مومین ولی یکم بزرگتر میشه یه داستان جدیدی میاد، کامت این مومین لند، که در واقع یه ستاره دنباله‌داریه که خیلی مستقیم داره به سمت مومین ولی میاد
توی این سفر مومین ترول که بچه مومین پاپا و مومین ماماه با 2 شخصیت جدید آشنا میشه، اسنارفکین و اسنورک میدن. آره با این 2 آشنا میشه. بعد این دنیای در واقع کوچیک اینا کم کم بزرگتر و بزرگتر میشه و یک کامیونیتی تشکیل میدن. بعد این مادر و بچه و پدری که به دنبال همدیگه بودن حالا شخصیت‌های جدیدی واردش میشن، دوست پیدا میکنن، آشنا پیدا میکنن و یک خانواده بزرگتر رو شکل میدن که هر کدوم از این شخصیت‌ها و پرسونالیتی‌ها نماینده یه شخصیت و پرسونالیتی یک انسان توی دنیای واقعیه. حالا میگیم که چه نوع شخصیت‌هایی دارن هر کدومشون. خیلی جالبه که در واقع داره یه دنیای آرمانی میسازه که همه جور تایپ شخصیتی توش پذیرفته شده است. دقیقاً. کاراکترها با هم متفاوتن ولی همشون با هم برابرن و به یک اندازه حمایت و عشق دریافت میکنن و این خیلی قشنگه. و یه چیز جالب برای من این بود وسط حرفت اینکه چقدر تهدیدهایی که براشون پیش میاد، مثلا سیل یا ستاره دنباله‌دار، تهدیدهای جالبیه. مثلا این دنیای مومین ها یه شرور بزرگی نداره، نمیدونم نبرد بین خیر و شر نداره، یک جنگ نهایی نداره، چیزهای ساده به خاطر کالچر اسکاندیناویه. یعنی وقتی اینجا یه مدت طولانی زندگی کنی متوجه این نوع کالچر میشی. یه چیز جالبی که برای من اینجا وجود داره و من بهش فکر کردم زمانی که داشتم این داستان‌ها رو می‌خوندم و راجع به مومین‌ها می‌خوندم این بود که احساس می‌کنم اینها دارن یه خلأ فرهنگی که توی کشورشون وجود داره رو با یک نوع داستان و یک روایت غیر واقعی داستانی پرش می‌کنن. اینجوری که ببین اسکاندیناویایی‌ها خیلی اهل روابط نزدیک، دوستی سریع ساختن، پذیرفتن آدم ها نیستن. نه که همشون قطعاً، ولی اکثریت جامعه این مدلی هن که تا بهت اعتماد کنن خیلی طول میکشه، خیلی سردن، عموما دوستی رو اونها شروع نمی کنن، سر صحبت رو اونها باز نمی کنن و تشکیل دادن یک کامیونیتی آرمانی با آدم‌هایی که همدیگر رو میپذیرن، از هر جنسی، از هر رنگی، از هر شخصیتی با همدیگه دوست میشن، یکم انگاری که اون حفره موجود در کالچر اسکاندیناوی رو داره با یه قصه پر میکنه. حالا من فنلاندی‌ها رو خیلی خوب نمیشناسم، یه چند تا دوست فنلاندی دارم، ولی قطعاً میگن مشک نمونه خرواره در این مورد صدق نمیکنه، به خاطر اینکه وقتی تو جامعهشون زندگی میکنی بیشتر میشناسیشون، ولی به طور کل یه همچین برداشتی هم داشتم ازش. خیلی جالبه. خب الان میخوایم دوباره بریم توی فروشگاه و بعد راجع به هر کدوم از کاراکترهای این دنیا صحبت کنیم و بگیم که در واقع مشخصهای اصلیش چیه، تایپ شخصیتیش چطوریه و راجع به فلسفه پشت اون کاراکتر حرف بزنیم. من نتونستم اینو تا آخر تموم کنم ولی محسا باخت. خب این مومین ماماه که یه پیشبند خوشگل قرمز و سفید بسته که تقریبا هر اتفاقی که بیفته توی خونه میگه اول یه چیزی بخوریم بعد راجبش تصمیم میگیریم. از اون شخصیتاییه که خیلی راحته و وقتی آدمای مختلف وارد خونه و خانواده‌اش میشن خیلی خوشحال میشه. و کنارش هم مومین پاپا با این آقای برمزی سیاهش. مومین پاپا خیلی در واقع عاشق ماجراجوییه و کلی داستان داره از ماجراجویی که کرده تعریف میکنه، گاهی اوقات اغراق میکنه ولی سرگرم کننده است و شاید هم تو این داستان‌هایی که تعریف میکنه دنبال یک معنا برای زندگی خودشه. باباها همشون اینجوریان، حتی مومین پاپا. همه باباها. دقیقاً. و این خپل با مزه دوست داشتنی شخصیت اصلی داستانه مومین ترول که خیلی کنجکاو و مهربون و باهوش و بازیگوشه و همینطور که خیلی با آدما دوسته خیلی هم زود به آدما وابسته میشه و بچه مومین پاپا و مومین ماماست. وای خیلی دوستش دارم، خیلی خره این عروسک، خیلی خوبه. خب این شخصیت مورد علاقه منه، اسمش لیتل مایه. این شخصیت خودشه، این شخصیت محساس و این که خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه کوچولوه و یکم عصبیه، خیلی روکه، خیلی سریحه و خیلی بی‌پروا صحبت میکنه ولی به ذات اصلا کاراکتر بدی نیست و خیلی شبیه اون وجه از شخصیت ماست که جامعه
کاری کرده که بخوایم پنهانش کنیم، یعنی ما رو به این سمت سوق داده که پنهانش کنیم با سیاست و اینکه ولی اینطوری نیست. کاری ندارم ولی محساس این شخصیت کاملا. و اگه بخوام یه چیزی بخرم از توی این فروشگاه حتما یه چیزی باشه که بخوام یعنی به شخصیت ریترمال باشه. اوکی. و این شخصیت سنافکین، شخصیت مورد علاقه ماندانا اسنافکین ماندانا است. آره، یه شخصیتیه که خونه، ماشین، چیزهای مادی براش اهمیت نداره و فقط یه کوله پشتی داره، یه چادر و یه سازدهنی و همیشه تو سفر و ماجراجوییه و در واقع چیزهای مادی همونطور که گفتم براش اهمیت نداره و بیشتر به دنبال و به جستجوی معنا میگرده. زمستونا میره و بهار برمیگرده به مومین ولی. خواستیم عروسک اینم بیاریم، عروسکش خیلی زشت بود، خیلی زشت. اصلا این چیه؟ اصلا چرا ساختینش؟ خجالت بکشین. آره، اینم سنافکین. اینم یکی دیگه از شخصیت‌های خیلی دوست داشتنی مومینه، اسمش دگراکه و اینکه خیلی گناه داره. یه موجودیه که هر جا میره زمین یخ میزنه یا برقا خاموش میشن و تاریکی و سایه میاد و به خاطر همینه که آدم‌ها و کاراکترهای مومین‌ولی ازش فرار میکنن. ولی در واقع خیلی موجود مهربونیه و دوست داره دوست پیدا کنه، با آدم‌ها نزدیک شه ولی به خاطر نیشگیش نمیتونه. و خب میتونه نماد آدم‌هایی باشه که ناخواسته یه حس سنگینی به دیگران میدن به خاطر افسردگی یا انزوا یا هر چیز دیگه‌ای و بعد آدم‌ها به خاطر اون حس منفی که ازشون میگیرن ازشون دوری میکنن و بعد این به تشدید اون حس اون آدم‌ها و به انزوای اونها بیشتر کمک میکنه. ولی بعداً درکش میکنن، با این تفاوتش کنار میان و خوش دوست میشن. خیلی برای من جالبه اینه که دنیای مومین ها بیشتر از این که برای بچه ها جذاب باشه برای آدمای بزرگسال جذابه، برای آدم بزرگا دقیقاً مثل انیمه ها دقیقاً و خیلی از داستان‌های مثلا ژاپنی استودیو جیبلی و اینا برای بزرگسالا ساخته میشه. یعنی شاید وقتی بچه‌ای و اینا رو می‌بینی به نظرت خب یه سری موجود کیوت با مزن با داستانای خودشون، ولی وقتی بزرگی و این کتابا رو می‌خونی یا انیمیشن رو می‌بینی با در واقع یه سری از مفاهیم زندگی انسانی مثل تنهایی، مثل ماجراجویی، آزادی، رشد کردن و مرگ یا ترس، فقر و اینها در واقع مفاهیم خیلی ساده به نظر میان ولی میتونن خیلی پیچیده باشن و خیلی اوقات سخت باشن تجربه کردنشون و بعد با اینها روبرو میشی و اینکه شاید به خاطر همینه که دقیقاً یه پناهگاه ذهنی میده به آدم‌های بزرگ، یه حس، یه گوشه کنجی که میتونی بری اونجا و فقط احساس خوب باشه، فقط احساس امنیت و عشق و حمایت باشه. به نظرم این چیزی که آدم‌ها بهش نیاز دارن و هر چقدر بزرگتر میشن بیشتر بهش نیاز پیدا میکنن. دقیقاً وقتی بچه‌ای خیلی دنیات متفاوته و وقتی مثلا تو سن بچگی مومین رو میبینی حس میکنی که یک انیمیشن کودکانه خیلی بامزه است، ولی وقتی بزرگتر میشی و یک بار دیگه در بزرگسالی اون رو میبینی یه سری مفاهیمی رو کشف میکنی که تو بچگی اصلا به ذهنت نمیومد، چون تو دنیای بچگیت اصلا اونها رو نمیتونستی بفهمی. آره. دقیقاً. بچه‌ها این عروسک اسنافکین خیلی کیوت و خوشگله، برخلاف اون چیزی که دیدیم و خیلی زشت بود. این کیوت. آره، اینا شبیه پاپ مارت در واقع ساختنشون. آره، شبیه پاپ مارت با پلاستیک و اینا ساختنشون. اینو نگاه کن، دور موهاشو چیز گذاشتن، از این اسفنجا گذاشتن که مراقبت کنه از این کله و موی از گوجه درازش. گوجه نیست، طالبیه قشنگ. ببینیم یک طالبی داره بالای سرش. خب حالا من یه چیزی رو به مهسا بخشیدم. قرار بود که هر کی نوشیدنیش بدتر بود یه کادو برای اون یکی بخره از فروشگاه مومین، اما از اونجایی که من خودم ماشا دوست داشتم و به مهسا پیشنهاد دادم که ماشا رو ترای کن و مهسا ماشا دوست نداشت. من ترای نکردم ولی فکر نمی‌کنم بدمزه‌تر از اون چیزی که من خوردم بوده. قول میدم بهت خوب نبود، خیلی شیرین بود. نمیدونم من تازگی‌ها به شیرینی خیلی زیاد آلرژی پیدا کردم یا واقعا همیشه به این اعتقاد داشتم که اینجا خیلی شکر می‌ریزن توی نوشیدنی‌ها و شیرینی‌هاشون، ولی به هر حال مهسا اصلا دوستش نداشت. مهسا باخت، ولی چون من انتخابش کرده بودم و بهش پیشنهاد داده بودم، قرار شد که الان هر کدوممون
یه بودجه در نظر بگیریم و با اون بودجه یه کادو برای اون یکی بخریم و بدون اینکه طرف مقابل بدونه که براش چی خریدیم بریم بیرون لب اسکله بشینیم و کادوها رو به هم دیگه نشون بدیم ببینیم که چقدر اون آدم سورپرایز میشه یا نه. من به سلیقه ماندانا اعتماد دارم و مطمئنم که خیلی کود و کیوت برام. البته ببین اون چیزایی که بهم گفتی رو نمیخرم به خاطر اینکه توی فروشگاه که داشتیم میگشتیم میشم که اینجا خوشگله من اینو خیلی دوست دارم. اگه من بخوام یه چیزی داشته باشم دلم میخواد این شخصیت روش باشه. یعنی اصلا بهم هینت داد که براش چی بخرم ولی احتمالاً اونا رو نخرم که هینت داد که سورپرایز بشه. اوکی. بودجه رو چقدر در نظر بگیریم؟ از اونجایی که اینجا نروژ و همه چیز گرونه به نظرم البته اگه یکم کمتر باشه چالنجینگ میشه و شاید باحال‌تره. نمیدونم نظرت با 300 کرون چیه؟ اوکی 300 400 کرون دیگه 300 400 کرون. آره اوکی 300 400 500 600 300 تا 1000. اوکی پس بودجه 300 کرون سقف 300 کرون ببینیم چی پیدا می‌کنیم. لیتس گو. خب من میخوام برای ماندانا کتاب بخرم. 2 تا کتابه که بینشون شک دارم کدوم باشه ولی فکر میکنم اینی که یکی درباره خانواده مومین هاست فین فامیلی مومین ترول و مومین لند مید وینتر. خیلی سخته تصمیم گیری ولی فکر میکنم اینو بخرم چون که انگار یه تم مثبت‌تری داره یه تم یه مقدار تابستونی‌تر و شادتری داره و احتمالاً بیشتر به ماندانا میاد. خب محسا برگشته حالا نوبت منه و شارژ دوربینم 2%. من بین خریدن این که خودش خیلی دوست داشت و کیف پول مونده بودم ولی این فکر میکنم آره از اون سختی که در نظر گرفتیم بیشتره برای همین اینو میذارم بعداً براش بخرم یا اینکه من خیلی توی خریدن اینا یکم حساسم جنس پروسه سازی بیشتر دوست دارم به خاطر همین تو ذهنم اینه که این کیف پول رو براش بخرم چون هم کیف پول نداره و نیاز داره همین که شخصیت محبوبش روشه و خیلی هم خوشگله بنابراین من اینو میخرم بریم بهش نشون بدیم. خب ما الان اومدیم اینجا یکم بیا عقب‌تر. اوکی ما الان اومدیم بیرون تو بندر برگن نشستیم و میخوایم این چیزایی که خریدیم رو به هم نشون بدیم. اول تو نشون میدی یا من؟ با هم بازش میکنیم. خب مال من این توه من گذاشتمش تو توت بگم محسا من پیداش میکنم. نه نمیخوام. آقای چاچا بفرمایید اینجا بشین سیت آفرین. آخه پسر نشسته. خب میخوای با هم بیاریمش بیرون؟ آره. اوکی 1 2 3 چه خوشگله. کتاب من برای کتاب خریدم. انگلیسیه یا نروژی؟ نه انگلیسیه. خدا رو شکر. آره. مرسی. خیلی خوبه به خاطر اینکه میتونم یه ذره حجم دوم اسکرولینگمو کم کنم و کتاب بخونم. اوکی. بعد یکی دیگه هم داشت که یه داستان درباره زمستون بود ولی اینو انتخاب کردم چون فکر کردم فضای شادتر و رنگی پنگی تری داره بیشتر به تو میاد. مرسی. خیلی خوشگله. من خیلی وقت بود دنبال یه کیف کارت میگشتم. آره الان تو ویدیویی که چیز کردم هم گفتم تو نیاز به کیف پول داشتی بعد این شخصیت هم دوست داری. مرسی. و به نظرم رنگش هم خیلی بهت میاد. به لباسام میاد. آره برای همین خریدمش. ممنونم. منم خیلی کتاب دوست دارم. من از اون مدل آدمایی بودم که عاشق جمع کردن دفترچه و لوازم و تحریر و اینا بودم وقتی ایران بودم. یعنی همیشه هر کی منو میدید یه دفترچه یه چیزی داشتم بهش کادو بدم. من وقتی که اومدم اینجا اون عادتمو گذاشتم کنار ولی برای اینکه اون حس رو در خودم کنترل کنم همیشه خیلی وقتا میرم کتابا و دفترهای مختلف رو باز میکنم اینجوری بو میکنم. الان میخوام ببینم این کتابه اون بوی مورد علاقه من رو داره یا نه. برم بوش کنم. داره. خب خدا رو شکر. بوش کن. آخ آره عالیه. بوی خیلی خوبی میده. بوی کتاب میده. بعد این صفحه چقدر خوشگله. میخوای نشونش بدی؟ آره چه باحاله. یه نقشه است. وای این مومین ولیه. نقشه روستاشونه. و خیلی دوست دارم این کتاب رو بخونم تو اتوبوس چون هم از جستش خوشم میاد هم از اینکه تو اتوبوس
به گوشی نگاه نکنم، شاید برای این ترک این عادت بد هم در واقع آپشن خوبی باشه. وای، اون جلد کاغذیش بود و این جلد اصلیش که یه زرد خیلی خوش رنگه. فکر میکنم کتاب قشنگ باشه. پس گفتی به خاطر اینکه من رنگی پنگی دوست دارم. آره به نظرم تم شادی داشت. خیلی خوشگله. نوشته فین فامیلی مومین ترول. آره. توبه یانسن. آخه خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. مرسی. بچه‌ها امیدوارم که امیدوارم که این ویدیوی ما رو دوست داشته باشین و اگر دوست دارین جاهای دیگه تو نروژ یا تو برگن وجود داره و مثل مومین یه داستان اسکاندیناویایی و بامزه است رو به همون بگیم بریم و براتون ویدیوشو بسازیم. این ویدیو رو اگر دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و اگر دوست دارید تو کامنت ها بگین که شخصیت شما به کدوم یک از شخصیت های مومین نزدیک تره. اینجا یک کلاغ داره با کبوتر درگیری ایجاد شده بینشون و آقای چاچا هم میخواد بره وارد این درگیری بشه به عنوان پلیس محله، برای همین اینجوری خیز برداشته حمله است داره. من ولش کنم میره به جنگ کبوتر و کلاغ. آره. حرفی داری؟ ولی خب آره دوست دارم که بیشتر ببینم انیمیشن های مومینو. منم همینطور. بیشتر با کالچرش و دنیاش آشنا بشم و فکر میکنم که تجربه خوبیه و تاثیر خوبی روی روان آدم میذاره. امیدوارم. منم خیلی به این موضوع فکر کردم. راستش وقتی داشتیم ما همین ویدیو رو میگرفتیم داشتم به این فکر میکردم که چقدر میتونه توی منتال هلس به آدم کمک کنه، تو امید داشتن. من قبلا خیلی کتاب میخوندم، مثلا کتابای خوبی میخوندم که تاثیر خوبی توی منتال هلس و در واقع سلامت روان و مثلا روحیه و اینا داشت برام، ولی از یه جایی به بعد کتاب خوندن رو گذاشتم کنار و فقط پادکست گوش دادم و فیلم دیدم و سریال و اینا و احساس میکنم که اونها واقعا این خلأ این رو تو من ایجاد کرده. خلأ جای کتابو نگرفته برات. جای کتابو نگرفته و جای اون حسو، یعنی وقتی یه کتابی رو میخونی انگار با اون کتاب زندگی میکنی ولی در مورد فیلم و سریال و اینا خیلی کوتاه ازش میگذری. کتابه رو همیشه به یادت داری. یه حس غریبیه، نمیدونم. آره من یادم خیلی کتاب میخوندی ولی خب شاید بهونه‌ای بشه برای شروع دوباره. شاید. بچه‌ها خیلی دوستتون داریم. مرسی که ویدیوی ما رو دیدین. امیدواریم که خوش گذشته باشه بهتون و تایم خوبی بوده باشه. خدافظ.